بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده از این جلسه به بعد میخوام پیرامون جایگاه ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه و خصوصا تحولات اخیر با شما مطالبی رو در میون بگذارم. جمهوری اسلامی یا اساساً خود ایران یک جایگاه ژئوپلیتیک سنتی داره، خصوصا زمانی که بشر تسلطی بر دریاها و اقیانوس‌ها نداشت. به عبارت بهتر 500 سال پیش که دنیا قادر نبود از دماغه امید نیک عبور بکنه، مجبور بود که ارتباطات خودش رو از طریق ایران بین غرب و شرق رو مورد توجه قرار بده. از این رو اروپا از طریق آسیای صغیر باید برای رفتن به غرب بین دریای خزر و اقیانوس هند مکان و سرزمینی به نام ایران رو انتخاب بکنه تا از ایران بتواند به تمدن هند و تمدن چین و اساساً به شرق آسیا مرتبط بشه. بنابراین ایران از لحاظ سنتی یک جایگاه تقریباً بی‌بدیلی رو در اون دوران داشت. اما این جایگاه بی‌بدیل بعد از این که بشر توانست بر اقیانوس‌ها مسلط بشه رو به کاهش گذاشت تا پیدایش انرژی در خلیج فارس جایگاه ایران رو مجدداً به عنوان یک زمین سیاسی برتر در منطقه مورد توجه قدرت‌های زمان خودش یعنی روس و انگلیس قرار داد و شاید شما معروفترین قرارداد بین روس و انگلیس قرارداد 1907 بود که ایران رو به 3 منطقه تقسیم می‌کرد: منطقه شمال، منطقه نفوذ روس‌ها و منطقه جنوب، منطقه نفوذ انگلیس‌ها و منطقه میانی در دست دولت به عنوان حائل بین دو قدرت بود و این نشون دهنده جایگاه فوق‌العاده ایران که به طور مجدد پیدا شده بود. از اینجا میتونیم بگیم ما باید از واژه ژئوپلیتیک که ارزش زمین در تصمیم گیری های سیاسی است به واحدی و به کلمه استراتژیکی به نام ژئوپولینومی حرکت کنیم، یعنی تأثیر زمین سیاسی و اقتصاد سیاسی در تصمیم گیری کشورهای قدرتمند جهان. از اینجا به بعد با پیدایش انرژی در دریای خزر ایران بین دو انبار انرژی جهان واقع شد که این دو انبار 67% نفت جهان و 18% گاز جهان در خلیج فارس هست و تقریبا میتونیم بگیم 56% گاز جهان و بیش از 17% نفت جهان در شمال منطقه قرار داره، به طوری که میتونیم بگیم این دو انبار انرژی دنیا نزدیک 85% نفت و گاز جهان رو در دارن و اینجا هست که ژئوپولینومی یا ژئوپلیتیک نوین ایران در دنیا مشخص میشه. به عبارت بهتر میشه گفت که هارتلند که قلب جهان مدتی در اروپای شرقی تا اوکراین قرار داشت، این منتقل شد به خلیج فارس و بعداً منتقل شد به زمینی که بین دو منطقه دریای خزر و دریای عمان قرار داره، یعنی سرزمینی به نام جمهوری اسلامی که این بار یک تفکر اسلامی که مورد توجه بیش از 50 کشور اسلامی جهان قرار گرفته و همچنین به علاوه بر این گروه‌ها و جریان‌ها و کشورهای انقلابی به او توجه دارند مطرح شد. با پیدایش دیدگاه‌های استراتژیک در اقتصاد بین الملل ایران جایگاه بالاتری پیدا کرد. ما
در دیدگاه والرشتاین که جایگزین دیدگاه گوندر فرانک می شود، ما جهان اقتصادی رو یا اقتصاد بین الملل رو علاوه بر کشورهای متروپول و کشورهای پیرامون، ما یک کشورهایی داریم به نام کشورهای نیمه پیرامون که اینها می توانند در تحولات بین المللی جایگاه‌های در تحولات بین المللی و در بحران‌های بین المللی جایگاه خودشون رو ارتقا بدن. از این رو ایرانی‌ها با توجه به ژئوپولونومی خاص و برتری که در منطقه و جهان پیدا کردن و هارتلند جهان شده بودند، از سوی دیگر با حرکت فرهنگی و انقلابی که در کشور یک ساختار حکومت دینی رو در چارچوب دموکراسی‌های موجود دنیا پیشنهاد کرده بودند، جایگاهی در اقتصاد بین الملل در نیمه پیرامون کشورهای اقتصادی پیدا کردن که امکان میداد با توجه به این ویژگی‌ها بتونن در بحران‌های بین المللی نقش ایفا کنن و بتونن حرکت رو به جلو رو داشته باشن. البته ما در هر کدوم از این موضوعات میتونیم مباحث مختلفی رو در زمانهای گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم، ولی از اونجایی که ما میخوایم این موضوع رو در تحولات اخیر منطقه خاورمیانه مورد توجه قرار بدیم، بهتر است که از مطالب مهمی که پیرامون انتقال انرژی از منطقه به اروپا، از این منطقه هارتلند به چین و هند هست رو به زمانهای دیگری بسپاریم. بنابراین بنده مقدمه‌ای میشم بر تحولات اخیر خاورمیانه. اولا ریشه تحولات اخیر در چه چیز هست؟ بخشی معتقدند که ریشه تحولات اخیر ناشی از رشد اقتصادی منطقه هست. اینها میگن که رشد اقتصادی مصر حدود 7% بود، اون هم زمانی که دنیا دچار بحران اقتصادی ناشی از جنگ عراق و افغانستان و همچنین عملکرد آمریکا یا در چاپ دلار و ریختن اون بدون پشتوانه در بازار جهانی بود. در وقتی که بازارهای جهانی دچار بحران شده بود، مصر رشد اقتصادی 7%ی رو تجربه میکرد. و یا درآمد سرانه در کشور تونس که حدود 11,500 دلار میشد. برخی معتقدند که این عامل باعث رشد طبقه متوسط به عنوان عامل در انقلاب‌های اخیر بود. اما دیدگاه شاید متقابل با این دیدگاه معتقدی که درسته که رشد اقتصادی صورت گرفت و درست است که در این رشد اقتصادی طبقه متوسط گسترش پیدا کرد و میتونه عامل تحرکات و تحولات اخیر خاورمیانه بوده باشد. اما از طرف دیگه عده‌ای معتقدند که فاصله طبقاتی موجود و ناشی از این رشد اقتصادی در تونس و همچنین رشد طبقه متوسط در مصر ایجاد کننده مشکل بود. درست است که رشد اقتصادی صورت گرفته و طبقه متوسط وجود داره، اما در کنارش ما توزیع نامناسب درآمدها شاهد به وجود اومدن فاصله طبقاتی است. این فاصله طبقاتی میتواند با توجه به دیدگاه‌های تئوریک روانشناسی و محرومیت نسبی ناشی از همون توسعه و همون پیشرفت میتونه ریشه های انقلاب بوده باشه.
آیا دیدگاه های دیگه ای تو این زمینه وجود داره؟ اگر وجود داره کدوم یکی هست؟ میتونیم جلسه آینده به اون بپردازیم، با این که توجه شما رو به مسائل فرهنگی جلب میکنم، چرا که انقلاب ایران ریشش به مسائل فرهنگی برمیگشت. شاید در تونس و مصر به عنوان آغاز کننده تحولات اخیر در منطقه بشود از عامل فرهنگی هم استفاده کرد و اون رو مطرح کرد. تا هفته آینده شما رو به خدا میسپارم.